روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که امریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی امریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شدهاش گذرد. طرح امریکا که ماه گذشته بر رسانه‌ها راه یافت، رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به اینابت گرفته است. ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد. ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و امریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند. با اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و امریکا بسیار مهم است، چون بدون امریکایی ها ما از عهده‌اش نمیبراییم. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد امریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است. من به بعضی جزئیات سندهایی که از جانب امریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم. این شبهه و گمانها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونسک نیز صدا می‌دهند. در شهر کنستانتینوفکا اوکراین، سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهپاد به سوی ویرانه‌ها حرکت می‌کنند تا از نظر پهپادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو میگوید طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه. اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله‌های جنگ تقریباً 4 ساله را پس سر می‌کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می‌روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله‌های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته‌های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت‌های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است. فکر میکنم آنها نمی ایستند، زیرا کفالت‌های امنیتی در سالهای 1990 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم، آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند. کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پاکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند. برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم.